Камтар бародаро як вай дидан ки кирмои ҳоҷи бобо меган кирмои ҳоҷи бобо мега уқа афзоиш надора. Биё. Афзоиш надора. Афзоиш неста. Афзоиш неста. Афзоиш надора. Афзоиш надора. Кирмо афзоиш надора мега. Кирмо афзоиш надора. Кирмо афзоиш надора. Бо айгиҷош қато. Кирморо нигах. Кирморо нигах. Кирморо нигах. Нигах кирморо. Афзоиш надора. Ҳақиқатан дина ман рекрвай як роли кардам. Дина ман роли кардам. Кирмо уқа нишон надод хуча Кирмо уқа хуча нишон надодам. Барои чӣ? ҷавон ту бояд факту ҳуҷҷату далелқати бояд гап занӣ. Ту бояд чӯй хел мекунӣ? خب سلام و درودی به پایان با تاجیکستان با مردم تاجیکستان عزیز سربلند. سلام و درودی به پایان با کل مهاجرای مهنتی. سلام خود را به شما میرسانم. سلام خود را با مهاجر دختران و مهاجر مادران سلام خود را میرسانم. کم ترک دینا خیلی رولی کردیم. برای چی کیرما چون نشان ندادن برادری قند من جوانی محترم نوسک‌های جانی باباش کیرم چشم ندارد. کیرم چشم ندارد. برای کیرم گپ زنم. ما وقتی که رولینگ میکنم اما برای همین تست گپ میزنم یا تا اینجا میگیرم وقت نیست وقت نمیرسه کم وقت یک آدم دیگه گفته که همین برادر همین بابا کیفیت چیه وای که یادم ایجا گم میزنه کیرم گم میزنه یادم ای پالوانی گم میزنه یادم ای مهاجرت گم میزنه یادم ای تاجیکستان گم میزنه میگه نمیدونم چه خیلی راست گفتی برادر خان نه که من کیفی نیستم. ما اگر پاپریات که گپ زنم با میکروفون میسازه چیه پاپریات که اگر ما گپ زنم مگر هم خیلی بشینم یا 15 تا کریسپاندنت بیایا هم یا تلویزیون کلام مونن ما همین گپ زنم. ما اسپید نمیکنم. ما کم شیره‌اش گم میزنم. شیره و شربتاش گم میزنم شما دا. کیفیه وقتی که قطعی ما صحبت نکنیم آدمای کیفی ما همچنان صحبت نکنیم قطعیشون که میگن که هم کیفیه. وقتی که ما قطعی هم علمای دین سوال و جواب میکنم میگن که من میرم یک دنبال کلانه. وقتی که قطعی شفیارو ما کار گم میزنم و مثال شفیاری را مثال چخیل ما گذراندیم ارمونا میگن همی شفیاره. وقتی که ما برو که چی را دیده برو که وینی نیست برو که اخواد نشینیه. وقتی قطعی ما آدم وینی گم میزنم آدم درباره جنگ درباره چه میگن همی آدم وینی هم بایوی کرد. وقتی که ما بخیزم سیاره مارس گپ زنم سیاره مارس میدونی چی گپ اوزی ما گپ زنم ای سیاره مارس میگن که همین کسموناوت عقل کار فرمیدن در کار برادر مهربان بابات کیفیه میگو یک کسی دیگه با همون آدم باشه گفته که همین بابا رو ما دکزد میکنم که کیرما گجا شده که ما را هوش ما بعد دیگه گپ گرفتن کیرما گجا شده چیا گجا شده پاولونیا گجا شده صحبت گجا شده گپ دیدی گپ دیگه چیکار میره هر گپ غیر میکره میگه که ما دکزد میکنم همین بابا بانگیه ای جوانی نامحترم ترین تو اگر دکزد کنی ما بانگی را عثمان تو مرا دکزد کنی که من ناس میکشم تو مرا دکزد کنی من پاپیروس میکشم تو دکزد کنی که من پیوه میخورم چی بگم تو را بگذار تماشابینا بکنم تو دکزد که مرا میخدد دتا سیتا شد که همه حاجی ما دیدیم که در یا 6 دقیقه بانگ چارس زده است که دکزد که ما چی جلانه داریم چیزی که حکم میکنیم ما اجرا میکنم یا
یا خانگاه میرم شهر میگیرم اتمون نکذب که من همی دیدم فقط حجت و دلیل قطعی که سه کس شاهدی بیتا ایروی دینی مبین اسلام ایروی قانون حکومت سه کس شاهدی بیتا که همه حاجی را ما دیدم 5 سال پیش 10 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش قسمی دوره عسکری را نمیخورم که اونجا دم بشینه خب بسیار خب میکشید سیگارت میکشید در جمع ولی میگم که سیگارت کپیدنش گفتن که تاجیک میگفتم تاجیک خیلی سیگارت خیلی نمیکپن کی میشه با سیگارت با معمولی کپیدن داشته اونجا را نمیکنم نوس کشیده نوس یک بار من یک بار نوس کشیدم مایداگ بودم سیفی بودم سی بودم وای بودم گفتم تو نشه فروش آدم را گمراه میکنی کو نوس کشیدم همین خیلی غلطیدم همین خیلی غلطی بهوشیدم تو چی گفته هستی دکازات میگه خیلی دکازات مرحمت اینه تو دکازات که من بلافظم میستم که من خون نوست کشیدم با همین 10-20 سال بعد همین عسکری بگیریم بعد سال 1982 سال ایستش ببین اون شکی ما عسکری رفتیم گوشتی خوب خوردیم عسکری رفتیم پاپیروس کشیدیم عسکری رفتیم ممکن اگه دخترک ده گاب دادیم عسکری رفتیم چون نخود بابا 70 تا خیلی بگو که بابا بانگیا یه جوانی نامحترم ترین فاکتور رقم وجود قتی گاب زدم ما درباره چی گاب زدنی با میگه یا دم ایجا میگیری آدم چیکار گام نه چیکار جواب تو جواب نتون با یا برادر با گفتم من همین کانالی ظاهر صابیروف کانالش دم بعد اومدم خدا نگهبان شوا همین ظاهر صابیروف بچه‌ای که بسیار همین خیلی تالنت بچه‌ای که خوب بچه‌ای که شعر میگه بچه‌ای وای میگه مرا گفت که حاجی جان گفت یک کانالی مرا یک وای که یک رکلامش میکنم همیندا اگه شما حرمت احترام کنه یک کانال همین کانال ظاهر صابیروف ده یک بدره یا لایک بمونه خیلی خاطری باشون یا لایک بمونه یک کم کمیتر بنویسین یک هم کانال هم یک خیزه که خیلی برای خاطری باش شوگیر که شوگیر شده است مالا خب خیلی که با گپ بود که با بانگی هدا با گپ ایجا سر کرد یک تا ما زنگ زد یک آدم همین چی قتی یک مهاجر گلاسوی نه همین خیلی ویدیو ویزی قتی نه و دیگریش قتی زنگ زد گفت که واجب شما نغز تنج سو سلامتی و خوب اما چی همین خیلی لهجه ایش توجیک نیست لهجه توجیک نیست وقتی که توجیک گم بزنه مقتی خیلی لهجه مون یک اول چی میگه وقتی که قلق گم بزنه وقتی که ازبک گم بزنه وقتی که یگم خیلی مرقه و یگم بود هسته که چی خودمون هسته گم بزنه چنان هم بازار میبیم که چنان هم میبیم همین برادر گفتم که ویدیو ویزی فقط زنگ زد ما ترا ببینم کنه تو که با ویدیو ویزی فقط زنگ زد بعد گفتم شما کین گفتم قلقی گفت که نه حاجی بابا ما قلق نه با ما گفتم کیو تو توجی که خیلی نیست و رنگی مگم بزنید اتسن کدور چی کی شما با گفت که من ترکمن هستم گفتم در نام جانم خیلی گپ زدم گفتم چی خیلی لفظ شیرین داره شما وقتی توجی که گم بزنه چی من نغزم یکی قلقا را که چی را انا ترکمن همی اومد دیگه ازبک را من نغز میبینم گفت که یک گپی خوب گفت جوانای محترم گوش کنه گفت من ترکمنم تاجیکی را هم تا گام میزنم این شاگردی بده از جلیکون ای پیتر قتی ما گپ زد شاگردی بده نام این ترکمن بچه گفت که من همین گام میزنم همین نه که من گام میزنم فهمونده میتونم گفت من همین شما دا فهمونده میتونم گفت ما در خدمت عسکری بودم وقتی که گو ما در خدمت عسکری بودم دیدم باوجه ما چنان هم دوست داشتم ویا چون هم مهر و محبت کردم گفتم گپ زنه خدمت عسکری ای پستی و بلندی های خدمت عسکری گپ زن که 6 ماه لات میخری 6 ماه دیگه کم میخری بعد با اخران خیلی راه میگردی خدمت باباش کرده تو خدمت عسکری کرده نمیشه نمیدونی تو را شما دیگه میزنی بعد گفت که وقتی که من ترکمن گفت ما در خدمت عسکری بودم در خوجند تاجیک دو تا تاجیک اصیل ما پریوچیک بودم یکی تاجیک کلابی را یکی تاجیک خوجندی را هر دوش گم بزنن گپای همدیگرش نمیفهمن گفت من همین شاگردی گفت من نیواد پریوچیک بودم این گم بزن این میگو چی گفته هستی اوش میگو چی گفته هستی با من میگفتم اینو انمی گپ معناش انمی هست یه برادر قندی من شاگردی زنده باشی نام بنامد خیلی دل شدی برادری ما ای خوالینگ
ای خوالینگ میدونم اونجا با 7 چشمه تگی چنار و چی خیلی صحبتو بسیار زنده باشی شما. فریدون استادیون وحدت همشهری من بیرق استادیون اونجا فریدون زنگ زد و کارم گفتم که خیلی ما میتونم بگیرم قتی بچه‌کاش در غریبی در موجودیت مهنتی انم خیلی گشتای سری بلند کردی فرزندکوش اونجا در کار میکنه میگه جامعه گیر میکنه میگه همه رسول میگه بم میرم وطن میگه وطن میرم. بچهای نورک قاسم جان ای چشمه ماشاءالله چشمه نورک دمو بسیار کردیم نورک دم مهنتای بسیار کردیم گسی نورک تاجیکستان ای نورک راغون و ای کوهای بلندش ای خلقی با فرهنگش میشناسن. من اینجا فرخور ای گارود کلامنا خیلی نویسندم نمیدونم چیه فرخور یه درباره فرخور گپ ندارم. بچه های فرخور چونان هم قطعی صحبت میکنن چونان هم گپ میزنن یگم من نمیدونم چقدر شیرین سخنن میگم تاجیک اصیل همین فرخور اینقدر مهر و محبت داره نسبت موسفی یه فرخور آفرین به شما فرخوریو یک کانتون بزنین ولی درباره فرخور درباره صنعتکارای فراد درباره شجاعت مردانی با شجاعت فرخور ولی ما گپ میزنم. کلخوزآباد و چون دهه صنعت برادر زنگ زد خدا نگهبان باشه ای نوسیبیرسک ای برادران قندمند رشته سخن رو دراز نمیکنیم خیر رکلام ارم کنیم و که خیلی بچه‌ها رو دستگیری هم کنیم یکی با بابو جان خدمت هم میکنیم و خیلی خدمتی بابوش نکنن چون ما رکلام میکنیم. خب برادران قندمند صحبت این توجور رفت صحبت توجور رفت نه که یک چیزی دیگه دارم میکنم گپامون همش بر رفت برای که صحبت با آخر رسوندن نرکو یک خیلی جودا تلفنم نمیگیرن میگن رولیکو روزی بعد میشوه. یک مقصدی دیگه دارم برادران قندمند مقصد دیگه دارم که همین کلی قنبا کلی همین میلیونر کلی گرافس صاف چکای کلی همین همه اونو رو دادنش کم ترای کاری وای کردگی من روزی نیستم. ما اولی میخیزم اگر همین روز بتونم همین روز پدگه نظامت نه ما اخواد نکیم کو اخواد نک نظامه نرفته ویدیو را کلچین نکنم کنه میبینم کنه که کو مقصد چی همین اوینده چی مقصد داره میکرد او شما طرز یک چیز بسازین که اوینده پشیمون نشین گپای خیلی ما که اولی چی نمیگم من میرم اول میرم قطعی بخوری میکنم یا شناس میشم کلی قنبر کلی میدن کلی کراسافی کلی همین تمام اونها رو داد دادن خیلی حلال بوده که همون عنوانی که همون کابینه 14 که همون رو باید ما تاریک کنیم نیست کنیم خیلی مسئله من فکرات میفهم ولی پیشکی چی گفتن نمیتونم نه که نیت ما اونجا رفتن ای. خب برادران قندمند گپا بسیار داشتم من دقیق گپ گفتن نمیتونم نه که من همین خیلی دیدی یک گپ اومد درباره کیرم درباره چی بر رفت هم رولیکو توگجار رفت. شما برادران قندمند گمانی بد نکنید در حق بابوش شما اگر من خدمت در همین وطن در همین جای استودام اگر میگن که تای کنشتره اگر تر باشه که من خیلی برآمد میکنم فقط حجت و رقم قدیگه میزنم همش من فقط رقم قدیگه میزنم تهمتگر فوکش تق میغلطه تهمت نکنین هیچ وقت در حق هیچ کس تهمت فقط حجت و رقم و دلیل قطعی باید گپ زنیم. خب زنده باشید برادران قندمند یک دعا را بتون با میگن همین دعا را به قدر به قیمت که در کار نیست خب شما چی میگین خدا همتون برکت یابین همتون زنده باشین بخیر دعا بتون شونه که برای همیشه خدای خداوندا کلی مهاجرای مهنتی را در پشت پناه اسمتی خودت نگهبان باشی خدای خداوندا کارشون رواج و رونق بتی رزق و روزیشون زیاده کنی و کیدت کنی اکو کیدت میشه بچوره با تاجیک کل تاجیک هم بیارین کو خدایا خیلی نشه خودتون کار کن مهنت خودتون بگیرید مهنت حق حلال بگیرید مرا مهاجرت مهنتی ده بدم باقی سخنو بسیار عبید دعا بتون با یگم رولی که دیگه دارم خدای خداوند عمرتون دراز تنتون صحت معصوم سالم خوشی های زندگی را نصیب روزیتون بگردونه خدایا خداوندا جوانا با همسرای خود خدای خداوندا زندگی تنج آرام کنین هم دیگر فهمی کنین مادران را خواهران را
مشتی پرند یا خدای خداوندا با کلاهای بلند روی دست بگردونین، عزت حرمت کنین. خدای خداوندا همه مهاجرای مهنتی با سری بلند و تنی ساعت و مغز سالم و فیض و برکت دستی پر دلاری بسیار با وطن و زادگاه وطن مادر برگشتن نصیب روزیتون بگردونه. خدای مهربان چه مراد و مقصد دارین؟ مقصدهای ماشینگیری و زنگیری و خانه‌کنی و زمینگیری و باغکنی و پولانکنی و کرمک پروری به همه مراد و مقصد یکتون برسونه خدای مهربان. همین چی خیلی که بخوایی که ای خدا طلب خداوند ان شاء الله میتیاد. لیکن شما هم دعا را در حق باباتون، دعای شما، دعای پدر و مادر، دعای مظلوم، دعای مثال مهاجر مسافر نزد خداوند قبول شونده. در حق دعا، در حق باباتون هم دعا کنید کارش رواج رونق بیاد، طامتش نکنه. که این عمر دارم خداوند اگم تا وقتی که هستم در خدمت شما هم، در خدمت خلق وطنم، در خدمت مثال پیشروی تاجیکستان عزیزم. برای تاجیکستان ما گپ زدیم دیدم پرای همین گپ زدیم که تاجیکستان مادر است، تاجیکستان وطن است. درباره مادر و وطن یگان گپ زیادی گفتم در کنید با مراد و مقصد یک داریم برسن. الله اکبر. زنده باشید برادران و خواهران و مادران و نواسکای قند من.